بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و برنامه 141 مهندسی جهر رو با ورق زدن یک کتاب قدیمی چند ساله دستنوشته خطی تخصصی به زبان ترکی رو ورق میزنیم و با فرهنگ و تمدن مکتوب و فکری ترک ها در قرون گذشته آشنا میشویم تا بتونیم در این دیوار و زندان مهندسان جهل سوراخی به بیرون از باز بکنیم و به بیرون از آن چیزی که در اطراف ما ساخته اند و به ما تلقین کرده اند و ما پذیرفته ایم راه پیدا بکنیم. برای این منظور یکی از کتاب‌هایی رو که در هفته‌های گذشته دانلود کرده بودیم رو میریم که پیدا بکنیم و ببینیم که چه چیزی رو برای ما داره. خب ما حدود 2 هفته پیش، شاید 1 هفته پیش، 2 هفته پیش حدوداً 40 کتاب جدید ترکی رو دوباره دانلود کردیم در پس اون 150-200 کتابی که قبلا دانلود کرده بودیم و حالا به خواندن اونها مشغول شدیم. در روز گذشته فکر کنم که سیف الایمان، ارزالحال، سلسله نامه آل عبا، اینها رو خوندیم. یعنی یکی از 2 تا از اینها رو نتونست، یکی رو قبلا خونده بودیم به نظرم اومد، یا هر حال 2 تا رو نتونستم بخونم، این سومی رو خوندیم. این روزکجه مولویه رو فکر میکنم چند روز قبل خونده بودیم. رساله سلیمی رو بریم ببینیم که چی هست. اول مثل همه کتاب هایی که تا الان این کار رو کردیم، کتاب رو کوچیک میکنیم که در صفحه پی دی اف دیده بشه. سلام علیکم عزیز، حال شما؟ umarım yaxşısan, her şey yaxşıdır. من الان این جلد کتاب رو دارم نشون میدم. جلد نشون میده که این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده و روی جلد یه نقاشی روی آب هست که الان هم در ترکیه و بعضی از کشورهای اروپای آمریکایی رایج هستش، به خصوص در چین رایجه. روی دیدم که حتی ماشین رو هم با این سیستم روی آب نقشه میکشن و این ماشین رو کامپلت در آب فرو میکنن و اون رنگ رو به آرامی به این میچسبه و یه حالت بسیار زیبایی پدید میاد. در صفحه بعد که جلد رو باز میکنه ما با رنگ زرد مواجهیم و در صفحه بعدیش مثالler، اینجا یه چیزهایی در مورد پورهیلرین مثالleri، یعنی چی هستش این نمیدونم. این سمالی، حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سمبل، این 5 تا رو اینجا جا داده و بعد جنوبی گفته میزان، عقرب، قوس، هدی یا جدی، دلو و هوت. این رو اینجا هم اینها رو نوشته و بعد زیرش حالا احتمالاً بازار هست، بازار ارتسی، این روزها رو نوشته، بازار ارتسی. حالا اینجا یه چیزی نوشته که من نمیتونم بخونم چی هست، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ارتسی. اینجا اینها رو نوشته، تقریباً ماهای قدیمی رو. و در زیر امضا زده یه نفر اینجا. اگر بتونیم این کتاب رو بخونیم خیلی عالی خواهد بود، برای اینکه ببینیم چه کسی این کتاب رو خریده و نگه داشته. گردچد قاضی ایسا بنه مدرسه تدریس اتدم. مرویچه ده یا گراویجه ده قاضی ایسا ده یا قاضی ایسانون مدرسه زنده تدریس اتدم. گدریجه مفتی. حالا اینجا هم یه چیزی اینجوری امضا زده گفته یانیه ده اسلان پاشا تدریس اتدم. حالا یاننده یا یانیه ده
Aslan Paşa medresesinde tedris ettim. Muhammed Ali احتمالاً افندی. حالا اینجا این چی هست نمیتونم بخونم. این خط خاصیه دیگه. این کتاب رساله سلیمی 82 صفحه هستش که در 41 صفحه PDF دیده میشه و ببینیم حالا ظاهرا اینجا که خطش خط اختصاصی یه فرد هستش. این صفحه بعدی خالیه. 2 صفحه بعدی کتابخانه سلیمانیه رو اینجا داره که در استانبول هستش. سریال نامبرش هم 2689 هستش. مثل کتاب‌های دیگر دوره عثمانی در اول کتاب بالای بسم الله الرحمن الرحیم 2 کادر ویژه کشیده. در یک کادر اسم کتاب رو گذاشته و در کادر بالایی درون انسان و بیرون انسان رو، جهان درون و جهان بیرون رو تلاش کرده نقاشی بکنه که داخل مثل گنبدواره‌ای هستش نقاشی و بیرون از این گنبدواره یه چیزهای اندکی به طرف رو به آسمان حرکت میکنه. این خط به نظر من خط جالب و زیبایی هستش برای اینکه من میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، احساساتش رو بفهمم و باهاش همراهی بکنم، بفهممش. در نوشتن این کتاب از کادر دو خطی استفاده کرده قرمز رنگ و در داخل متن سیاه بعضی کلمات رو به قرمز نوشته تا از متن جدا بکنه و تاکید بکنه بر اون. بر صفحه های بعدی میبینیم که بر روی بعضی از کلمات قرمز یا سیاه، رنگ قرمز یا سیاه رو بر بالاشون خط کشیده تا بگه که در مورد اونها میخواد تاکید بیشتری بکنه. این کتاب به همین شکل ادامه داره و ما اینجا داخل شیرازه رو میبینیم که آسیب دیده یه مقداری ولی خیلی آسیب ندیده، روی هم رفته. کتاب خوب نگه داشته شده در این حالی که بعضی از کلمات البته به نظرم سطرها به هم نزدیکه ولی کلمات بهتر هست، اصلا فاصله یه مقدار فاصله دارن. ظاهراً چند باب باید باشه که حالا این کتاب در اینجا تمام میشه. در صفحه 13 کتاب در اصل این کتاب تمام میشه و کتاب بعدی شروع میشه که عین همون و اسم هذا رساله للمسلم ثم به کتاب الوقت. حالا این کتاب وقت هست، اسم این دوم کتاب وقت هستش و این هم عین همون کتاب قبلی با همون خط قبلی نوشته شده. البته در این از اعداد هم استفاده شده، از 1 2 3 تا 60. الان من اینجا میبینم تا 68 رو میبینم، احتمالاً بیشتر هم باشه. شما 60 یعنی این تعداد اون چیزهاییش که نوشته شده. حالا برمیگردیم اگر شد از هر کدوم این کتاب ها یه بخش هایی رو میخونیم تا ببینیم که به چه زبان و در چه موضوعاتی هستش. موضوع کتاب ظاهراً باید تخصصی باشه اما و در اینجا با اعداد بسیار بزرگتری نسبت به اعدادی که در قبلا دیدیم مواجه هستیم و کتاب یه حالت نمیدونم یه شکلی انگار مثلا امروزه ادساین میگن برای ایمیل، اینا ادساین استفاده میکنن یا برای پیدا کردن اسم از علامت ادساین آی دومدار استفاده میکنن. از این نوع هم استفاده کرده در اینجا ولی مثلا ه هستش، مثلا ایلدن اونجا تمامی نون ها مثل. حالا من برمیگردم اینها رو هم اگر تو چیز شد نشون میدم و میخونیم. این کتاب هم در اینجا تمام میشه و 2 3 صفحه آخر 4 صفحه آخر هم خالی هستش. برمیگردیم اول کتاب تا بتونیم این رو بخونیم. خب اون امضا تاریخ نداشت. حالا برگردیم اول کتاب و تلاش بکنیم این کتاب رو ازش بخونیم. گفته با رنگ قرمز نوشته هازا رساله سلمی لل مغنطرت یه چنین چیزی، نمیتونم این چی هست، لل مقطرت. حالا چی هست ببینیم تو متن چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد
بعد کل کی احتمال بلونه کی bu kitap bir müqəddəmə و اون 2 باب. حالا من دوستان یواش یواش باید اول با خط مخصوص و منحصر به فرد این انسانی که خدا بیامرز الله رحمتش بکنه این کتاب رو نوشته و اون حروف رو نقاشی کرده، اون صداها رو به شکل حروف نقاشی کرده، اول باید به تدریج با این آشنا بشیم. یعنی نباید در خواندن کتاب‌های خطی عجله بکنیم که نه چرا من نمیتونم بخونم. خب طبیعیه، چرا کتاب خطی، هر کتاب خطی و هر نویسنده‌ای همونطور که اثر انگشتش با تمامی انسان‌ها در دنیا فرق میکنه، نوع قلم گرفتنش و ترسیم صداها به عنوان حروف بر روی کاغذ هم منحصر به فرده. در نتیجه ما باید یه حوصله بیشتری به خرج بدیم تا بتونیم نوشته های اونها رو بخونیم. مثلا حالا اینجا در تمامی کتاب های قبلی بیلینکی اینجوری نوشته بود، به هم بل کل اینجوری نوشته شده بود و بعد که رو آورده بود بلینل که مثلا بلینل که اینجوری مثلا اگه بخواستیم بخونیم. ولی اینجا مثل ب ل یا د فاصله کل و دوباره که نوشته شده. در نتیجه باز من این رو بیلینکی bu kitap bir müqəddəmə و حالا اینجا اون رو نوشته، اون ایکی رو اگر نگاه بکن اون الف واو مثل دره نوشته شده، ولی این رو باید ما نون بخونیم برای اینکه اون ایکی. بعد یه خطی زده مثل همین چیزی که ما کروشه باز میکنیم میگیم آقا اینجا یه چیزی افتاده بنویسیم، اینم همین کارو کرده. 2 bab üzerine Türkçe tercüme olunmuştur. Dilümli mügenterat. حالا این احتمالاً من اینو دیلوملی یا اینجوری خوندم، دیلوملی مگنترات در کتاب‌های قبلی که خوندیم در اوایل که در مربوط به استرلاب و اینجور چیزا خوندیم، در اونجاها متوجه مگنترات یه بخشی از دستگاه روی استرلاب هست. حالا آیا این همونه یا نه ببینیم چی میگه. دیلدم که احتمالاً باشه. مگنترات دمکل متعارف اولان آلت، بله همونه. دیلدم که یا دیلرم چی؟ مگنترات دمکل متعارف اولان آلت ki mürəbbə dairə əqsamindəndir talib və rağib olarlar. پس حالا احتمالا دیلوملی احتمالا باشه اون اول جمله، خیلی نمیتونم فعلا بخونم، باید ببینیم این خط رو چجوری باید بعدا تشخیص بدیم. پس bir müqəddəmə vardır 2 bab üzərinə ترتیب eylədim və bu risalə kifayətül vaqt، اون کفایت الوقت بعدیه و bu رساله کفایت الوقت به معرفت الدائره، به معرفت الدائره و فصله بر لحن تسمیه ایلدم، bir له تسمیه ایلدم. پس حالا 2 تا کتاب نوشته، گفته که bu رساله کفایت الوقت، حالا این اول مگنترات رو نوشته، البته بالا گفته مگنتر، اینجا گفته مگنترات، در نتیجه مگنتر همون مگنترت یا مگنترات. کفایت الوقت هم بهش اضافه به معرفت دایره، حالا دایره رو میخواد آموزش بده و فصلهو بیر لساله و فرق اون، فصل به معنی فرق در زبان عربی و در اینجا، و فصلهو بیر ل تسمیه ایلدم. حالا اسمش چی بود؟ اسمش کفایت الوقت به معرفت دائرته و فصله، اسمش اینه، بیر تسمیه ایلدون، بیر ل تسمیه ایلدون، یعنی با این اسم این رو نامگذاری کردم. مرجو دورکی، مرجو رجا خواهشمند، خواهش استمک، مرجو دورکی bu risalen iktifa edenler bu risalelere
iktifa edenler bu fakiri dua xeyr ile yad edeler ve nehy ست رساله. حالا اینجا یه نهی ست هم هستش، این چی هستش نمیدونم. رساله و بود جمیله و بود جمیله در کنه ذکر olunur. حالا این که خط زده احتمالاً باید اینجور بخونیم و نهی، اینم یک کتاب هست احتمالاً. bu fakir duayı خیر ile yad edeler ve nehy sat risale ve bu cümledir zikr olunur. حالا اما مقدمه iş bu dairende. حالا این دیوانون رو دوستانی که اینجا میتونن، من میتونم بزرگش بکنم ببینید در یوتیوب، اونایی که دارن زنده میبینن یا بعدن خواهید دید دوستان. اینجا دائرنده، این دائرنده و رسومنده، این ده رو مثل همین آیه ات که میگیم در اینترنت استفاده میکنیم برای جستجوی افراد یا برای فرستادن ایمیل، به اون شکل نوشته. یعنی یه تخصص، چی میگن، املای منحصر به فرده. اما مقدمه iş bu dairende رسومنده oları beyan eder ve dahi bayların cümle-i a'mali beyanındadır. احتمالاً بابلرون و دقیق بابلرون جمله اعمال بیان داره. باب اول در مورد چی هستش؟ رسومش هستش و همچنین در مورد دیگر باب ها هم صحبت خواهد کرد. الباب الاول فی معرفت جمل الکبیر، جمل کبیر در شناخت اون خواهد. الباب الثانی فی معرفت الارتفاع، حالا ارتفاع رو من هذا الآلات، با این ابزارها چطوری ارتفاع رو بسنجیم. الباب الثالث فی معرفت الخبط والمرئی علی درجة الشمس. حالا اینجا هم تخصصیه دیگه، این کتاب خیلی تخصصیه و من نمیدونم این مثلا الخبط چی هست و المرئی، مر احتمالا همون زاویه دید هست، علی درجة الشمس نسبت به زاویه تابش نور خورشید. الباب الرابع فی معرفت الشمس و غایت ارتفاع وجهی نصف النهار، اینم در مورد ارتفاع، در مورد شناخت خورشید، حد اکثر ارتفاع خورشید و جهت نصف النهار، بعد چجوری و وجهت. حالا اینجا وجه بخونیم، جهت بخونیم، چی بخونیم؟ وجهه نصف النهار، و چطوری ارتفاع وجهه نصف النهار باید اینجوری خوند. الباب الخامس فی معرفت ارسل بلدی من الغایه. حالا این چی هست؟ الباب السادس فی معرفت حالا اینجاها دیده میشه که بیشتر بابها رو معرفی میکنه و بیشتر به عربی می نویسه اسم اون کاری یا اون کاری که اون دستگاه انجام میده. اما اگر برگردیم بریم صفحه بعد، من فکر کردم صفحه بعد رو اینجوری باید بریم، ولی در الباب سادی فی معرفت نصف الفضلت و نصف القوس النهار و اللیل. اینا هم ما یه مقداری در اون زمانی که حالا جغرافیا میخونیم 50 سال پیش در دوره ابتدایی راهنمایی و اینها، با این کلمات آشنا بودیم ولی نمیفهمیدیم قضیه چیه، ولی حالا اینجا با این مواجه هستیم. الباب السابع فی معرفت دائره و فضل الدائر، دوباره این دائر چی هست و فضل دائر چی هستش و اینا دیگه. باز هم الباب الثامن و سابع و عاشر و عادی عشر، و حالا بریم ببینیم معرفت الباب الثانی عشر
و فکر میکنم اینجا دیگه تموم میشه. باب ثانی عشر 12 فی معرفت اخراج الجهات الاربع و نصف و نصیب الاتبع گبده چی این نمیدونم چی هست. کلان او گلدن اولا مقدمه شروع اینه چی مقدمنده بیان مقدمنن. حالا این نون هستش، ما نده خوندیم، این نیست، این درست نیست، باید برگردیم حالا اونها رو دوباره از نو بخونیم. مثلا این جاهایی که بود ببینیم کجا بود. مثلا نوشته بود که مقدمه ایش بود دائرنون رسومینون adleri beyanındadır. Hala şud. Dahi bablerin cümle اعمالی beyanındadır. حالا درست شد. یعنی تونستیم با خوندن یک کلمه در اونجا بتونیم بیایم و اینها رو درست بخونیم. حالا اینجا وقتی که 12 باب رو به طور خلاصه میگه که در هر فصلی در مورد چی صحبت میکنه، میگه گلدون. من حالا اینو گلدون میخونم. اولا مقدمه شروع اینه که مقدمنün beyanındadır. پس مقدمه dediğimiz iş bu dediğimiz. حالا اینجا کشیده نمیذاره دیگه روی کاف، در نتیجه باید اینو از نظر چیز بفهمیم. dediğimiz iş bu rüb dairenin resmilerinde adleri beyanında el merkez ol resmilerinin birisi şul rüb'ün guşesinde delb çekirici ana خیت. حالا اینا رو خونده بودیم قبلا در اون کتاب قبلی. خیت گچریلر گفتیم یه سوراخی هستش روی این که یه تنابی رو از این عبور میدن، مثلا حالا شاغل اینا نصب میکنن، به این میگن خیت. حالا این در کتابای قبلی بود. خیت بو اول مرکز gece iple derler. حالا با ایپ نخ دیگه، نخ حالا یا یه مقدار گاتما، نمیدونم اینا دیگه همه اینها رو نخ میگن. من تا اونجا تارپودم تار میگن، تار هم به فارسی میگن تارپود و اینا. البته اون یه چیز دیگریه، ولی تار هم فکر میکنم گفته میشه. ولی تار روی دار قالی گفته میشه تارپود مثلا، ولی نخ میگن در کل. به هر کلفتی باشه خیلی فرق نمیکنه به نظرم میاد. من خیلی در این زمینه تخصص ندارم، ولی در زبان ترکی مثلا ساپ این برای دوخت و دوز لباس به کار میره. نخیه خیلی نازک برای حالا با چرخ خیاطی یا با سوزن این رو اون داخل سوراخش میکنن و لباس رو میدوزن. این ساپه، ساپ. بعد گاتما، حالا این یه نخیه که چند تاش دور هم پیچیده شده گاتما. حالا باهاش بویلوق درست میکنن که برای فرش و اینها حساب میشه. اون نخی که دور دار قالی چیز پیچیده میشه اون هستش. و بعد مراحل زیادی داره. من الان مثلا چند تا رو میدونم: ساپ، ایپ، گاتما. این وسط چند تای دیگه هستش که الان از ذهنم پرید همین الان. اریش، ارغچ، سجین، خیلی زیاده ولی الان خیلی به ذهنم نیومد که اینها چی هستن.
حالا این از این وسط خیت یه نخی رو رد میکنن، شاغول بهش میبندن و اندازه میگیرن فاصله زمین رو یا درستی دیوار و اینها رو، مثلا که این در یه خط راست هستش یا نه. مرکزه گتر اپلیک درلر ها، اپلیک هم همینه، یکی از اینا فکر میکنم گفتم یا نه. اپلیک درلر اسمش هم بهش به اون نخ اپلیک میگن. المرئی، حالا این چی هست؟ بریسی دخی مریدر، اسمش مری هستش. مری شول کجنه ایپلیگه درلر، جتن احتمالا کجن شول کجن ایپلیگه درلر. به این نخی هم که از اون خیت رد میشه بهش میگن چی؟ به اون ایپلیک میگن چی؟ مری. ربلن خیتته باغلودور، حالا این به خیت بسته میشه. ربعون خیتته باغلودور، اشغه یوگاری یوردمک ایچون. حالا این به اون بسته است به خاطر اینکه اینو پایین و بالا بکنن. اشغه، حالا نگاه کنید مثلا اشغه رو بغلدور، اینو مثلا بفلدور باید، ولی خب باید یه مقدار زبان ترکی رو بدونیم بفهمیم که این بفلدور نمیشه، خیته باغلدور. حالا این خیته یه ت دسته‌دار داره، یه ت دو نقطه داره، در نتیجه یه مقدار مشکل ایجاد میکنه، ولی میدونیم که مربوطش همون خیت هستش. در نتیجه خیته باغلدور اشغه یوگاری یوردمکن ایچون گام مگام شمسدور، قائم مقام شمسدور، یعنی جانشین این خورشید هست. اما مرینن دنگی خیت رنگیندن، اینم رنگش باشه. اما مرینن رنگی خیت رنگیندن غیری المغه ته گرک دور، حالا باید رنگش جدا باشه. حالا دیگه خیلی تخصصیه و من هم در رابطه با این مسئله چیز زیادی نمیدونم. اجازه بدید بریم صفحه آخر همین کتاب رو یه مقدار کوچیکش بکنم که ببینیم کجا هستیم. بریم صفحه آخر این کتاب رو بخونیم، احتمالاً بتونیم یه کتاب دیگر. ببینید زبان ترکی زبان تخصصی، درست تحت تاثیر زبان عربی هست، برای اینکه به هر حال علوم در اون مقطع تاریخی در جهان اسلام به زبان عربی نوشته شده. در نتیجه اصطلاحاتی که علمای جهان اسلام باهاش آشنا هستن و حتی عوام، اصطلاحات علمی به زبان عربی هست. در نتیجه اگه شما میخواید به زبان عربی به زبان علمی صحبت بکنید مجبورید که اسم اونها رو بگید بعد ترجمه بکنید. این هم همین کارو کرده، داره توضیح میده برای اینکه میخواد اونها رو ترجمه بکنه و بگه که خب خیت یعنی چی، مرئی یعنی چی. خب باب هادی عشر رو اینجا من میبینم، بذارید این باب هادی عشر رو یه ذره بزرگ بکنیم ببینیم که در این باب چی داره میگه. فی معرفت سمت القبله، اون برینجی باب. حالا نگاه کنید عربیه، این دیگه تو اصطلاحات علمی وقت جا افتاده، تو این کتاب‌های علمی که در این باره صحبت میکنن این جا افتاده که آقا این باید اسمش اینه. اینم اون مثل الباب هادی عشر فی معرفت سمت القبله، اون برینجی باب هر شهرن سمت قبله چیکار مندن بیانده، چیکار مسنن احتمالاً چیکار مندن بیاننده دور. بونه استخراج نه بونون استخراج نه طریقی بودور که حالا چجوری هر قبلی هر شهر رو پیدا میکنن، استخراج میکنن، در میارن از طریق این دستگاه. اینه که اولا معلوم اوتور یعنی اودور کی اوتور گرک دور کی مکه طول گاچ درجه دور. اول باید بدونی که
خود مکه در چه درجه طول عرض جغرافیایی قرار داره؟ 77 درجه دور. عرض طول جغرافیاییش 77 و عرضش هم 212 احتمالا درجه دور و ارزی 212 درجه دور و دخی. حالا اینجا یک بالای دخی یه خط کشیده، یه نقطه هم بالاش گذاشته، احتمالاً خطه، اون نقطه مال دخیه. این یعنی این که تأکید میکنه و دیگه یعنی علاوه بر این قبله سبا دیلدیکتن یعنی قسطنطنیه اولدوغی تقدیرجه طولی قبلسین دیلدیگون یعنی قسطنطنیه. حالا این در قسطنطنیه یعنی استانبول زندگی میکرده، در نتیجه میخواد اینجا رو در بیاره، درجه اینجا قبله اینجا رو در بیاره. یعنی قسطنطنیه اولدوغی تقدیرجه طول گاج درجه. اول خود این استانبول چند درجه جغرافیایی داره و ارزی گاج درجه دور. بس bunları bildikten sonra خط وسط سما üzerine getirirsin. اول این خط رو وسط سما میاری. حالا دیگه اون توضیحات رو داده چجوری دیگه، اینم خیلی تخصصیه دیگه. اول اون رو در میاری و بعد مذکور جمله یوگاری مذکور حمله دون یا مذکور حمله دون یوگاری شمال جانبینه کی ارزی مکدور یعنی 212 یا 210. حالا این دیگه اینجا اون مثل نقطه کشیده نمیدونم چی هست دیگه، اون روی خطه مثل صفری که یهو بکشید اون هستش. من در صفحه قبلی فکر کردم این 12 هستش، یه جایی اینو من 12 خوندم همینجا گفته بود، ولی حالا میبینم که اون همونه، یعنی حالت نقطه و بعد نقطه رو ادامه داده کشیده. اون حالا یعنی آیا این 21 هستش یا 210 هستش اینو نمیدونم. مکه دور 21 درجه دور یا 210 درجه دور نمیدونم. اول مقدار مگنتره مسبوب meri olmagantere üzerine rast nişanedir ile semin anın خیته. حالا دیگه خیلی تخصصیه، خیلی هم خطش منحصر به فرده با چند مشکل. بذارید ببینیم صفحه آخرش رو بخونیم ببینیم که آیا یه تاریخی در مورد این کتاب میتونیم به دست بیاریم. پس امدی قسطنطنیه ki rüb'i daire-i şer'i oladır, ba'dehu vaz eylemek gerektir ve dahi merkezi iki hattın tegatüündedir. Tegatüünden rast ettikten sonra hatt-ı meşrigün semt-i Mekke miktarı ki guru 8 derecedir یا گروه 8 derecedir Gauss'i irtifa üzerine hit vaz iledün. Pes bu takdirce hit semt-i kıble mutabi'e geldi ve kıble dahi Gauss irtifa tarafına vakı oldu. کتاب رو در 1259 نوشته، 21 محرم. خب تمت الکتاب به اون الله الملک الرؤوف. پس کتاب در 1259 نوشته. بذارید ببینیم که اگر این رو با ماشین حساب بکنیم 1446 ازش کسب بکنیم 1259 میشه 187 سال پیش این کتاب نوشته شده. نگاه کنید در اون مقطع علم هنوز به این شکل بوده احتمالاً.
کتاب بعدی رو بریم ببینیم که هست. رساله بعدی در این کتاب اول داخل اون یک کادر نوشته حبیب، منظور خدا هست احتمالا. هازا رسالت للمسلمی ثم به کفایت الوقت، للسلمی هم میتونه باشه، هازا رسالت للسلمی مسمى به کتاب الوقت، این اسمش شده کتاب الوقت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العالم الغیب فلا یضرب عمر عمله عن عمله، هم میتونه باشه یضرب عن عمله مثقال ذره فی الارض ولا فی حالا این ارز رو اگر اینجا کسی ببینه مثل حمده، اون ز ارز، ز ارز مثل حمد نوشته شده، یعنی ارسمد مثلا میشه خوند اینو ارسمد. ولی خب ما میدونیم که طبق آیه این ارز هستش. حالا ذره رو هم با زه رزه نوشته نه دالزه، اینم یه فرقیه که اینجا میبینم عمله مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. حالا وقتی این ارز رو ما به این شکل میبینیم، حالا میتونیم برگردیم اونجا اون چیزهایی که خوندیم و احتمالاً غلط هم خوندیم اونها رو اصلاح بکنیم، برای اینکه اینجا با نوع خطی که این آدم ذال رو نوشته، این زال رو حالا ما متوجه میشیم که این آدم چجوری نقاشی میکنه روی ارض، این ارز رو چجوری، اون ز رو چجوری نقاشی میکنه روی کاغذ. در نتیجه ما میتونیم برگردیم ز و سات و تا و زا و اینها رو هم بتونیم ازش در بیاریم اونجا. خالق الانسان، حالا اینجا خالق رو هم مثل خالور نوشته، مثلا من باید اینو خالق الانسانی، انسان رو، نه رو مثل آخر نامه هستش مه مثل اون نوشته، انسان لا یعلم شیئا ثم این علمه الاسماء باید باشه. علمه این م بعدش یه د داره، مثلا این معلومه که این علمه الاسماء مقدر حرکات العالم بالدرجه و دقایق. حالا این دقایق رو هم من خودم گفتم دقایق از روی چیز هستش، این دفایع اینجوری باید خونده بشه، ولی میفهمیم که این دقایق باید باشه. اون ف که یه نقطه داره باید دوتا باشه و این ی و اون گاف و د که نقطه نداره، اون حالتی که حالت د داره نقطه گاف هستش که اینجوری اینجا گذاشته. و ثانی و سالشه و مخولا الگوسی الکمالات التقانیه یجب ما به خلفه فیها. حالا اینجا یک چیزی نوشته که ممن هست، چی هستش این؟ حالا این بالا باید بفهمیم که اینو چجوری خوندیم، یه چیزی شبیه این بود. ارض فیها، حالا ارض اون ستش نمیشه، اینجا یه الف هم داره. البواهف فیها من البواحث باید باشه، من البواهف احمده حمدا ممد بیاته الارضیه و شمالیه و شماویه و شماویه الارضیه و سماویه باید باشه. حالا اینجا سه تا نقطه بالای این حرفی که دندانه نداره گذاشته، باید سماویه بخونیم. و شکرهو شکرا معدله بالعبودیت و اشهد ان لا اله الا الله وحده هو لا شریک له شهادت قیامت به قیومتها السماوات والارض. حالا اینجا ارز رو مثل بالا نوشته ولی یه نقطه هم گذاشته. حالا و این بساط، حالا اینجا سه تا هوه مثلا دو تا هوه گذاشته. اشرف انوارها
اشرف انوارها به طول منها و الارضی و اشهری و اشهدو، این هم باید اشهدو باشه، اشهد ان سیدنا محمد عبده و رسوله و علی آله الکرام و صحبه الائمة الاعلام ما الغیب و رسائل العلوم فی معرفت احوال النجوم. این حالا برمیگرده به کتاب. خب ما الغیبو، من اینو الغیب میخونم، ما الغیبو رسائل العلوم فی معرفت، نه این چیزه صحابت الائمة الاعلام ما الغیب، فکر کنم این تموم شد. رسائل العلوم فی معرفت احوال النجوم، اسم کتاب از رسائل العلوم در شناخت احوال اجرام آسمانی. و ما صنعت مصور و رتب فی تحدید انظر فی ربع الجیب، این ربع الجیب هستش. این ربع الجیب هم یه دستگاهی، یه بخشی از دستگاه بود روی همون فکر کنم استرلاب و اینها. حالا میخواد بره تخصصی دوباره روی همون استرلاب. اما بعد یعود و ضعیف المحتاج الى رحمت ربه اللطیف مصطفی بن علی. آقا نویسنده کتاب اسمش مصطفی فرزند علی الموقت بالجامع الخاقانی السلیمی بواه الله الملك علام دار السلام ایدر. میگه که من اسمم هستش ضعیف محتاج به رحمت ربه، ربی که لطیف هست. اسمم مصطفی فرزند علی الموقتی بالجامع الخاقانی السلیمی بواه. حالا در ساکنه، حالا در ایران مسجد میگن، ما مسجد در اسلام دو تا بیشتر نداریم، یکی مسجد حضرت رسول است، یکی هم مسجد اسرائیل امروزی در فلسطین قبلی در شامات هستش، فکر میکنم جزو شامات باشه دیگه، حالا فلسطین که نبوده در گذشته. بالجامعات الخاقانی از سلیمی اسمش هستش اون مسجد، جامع خاقان سلیمی خاقان مسجدی. بواه الله الملك العلام دار الاسلام ایدر. حالا دیلدم ki ربع مجیب دمکله mütearif olan alatideki alat resediye içinde afaki olup صحت عمل ایده معروف و اشرف آلات ایده مشهور olduğunu. حالا یکی از آلات هایی که میگه دقیق تر کار میکنه که این هم دوباره روی اون هستش. عجل در زیاد رساله جمع ایلمشم فایده سی عام اوله و جمیعی وسائل مهمه جامع اوله. اون هر هوه که گفتم، اون وقتی سطر آخرش یه مقدار خالی میمونه نمیرسه به اینکه سطرها چیز بشن، حالا متوجه میشیم که این زاید هستش، یعنی بدون معنی هستش. اینو فقط میذاره برای اینکه اون سطر رو پر بکنه تا اول سطر و آخر همه سطرها تو یک خط باشن، عقب و جلو نباشه آخر و اول کلمه ها، برای همین میذاره. پس اینم خونده نمیشه. اینم اینجا متوجه شدیم. مهمت جامع اولدو جمیع طالب اولنلره آندن müstefid olalar. پس bir mügedde 22 باب üzerine tertib eyledim. حالا با یه مقدمه و 22 باب میخواد در مورد این آلت صحبت بکنه که دوباره اینجا هم آلت ها رو وقتی مقدمه ها رو اون باب ها رو میخواد بشمره به عربی میگه و عربی توضیح میده که در هر فصلی درباره چه چیزی صحبت خواهد کرد. حالا این هم بحث تخصصی بسیار گرانقدر پیچیده علمی هستش که من هیچ سوالی درش ندارم. در نتیجه
از خوندنش هم صرف نظر میکنم. البته خوب هست آدم بخونه بفهمه که میتونه کتاب‌های قدیمی رو، این دعا و جادو جنبل و نمیدونم این چیزایی که هستش رو میتونه آدم از این طریق درک بکنه که چه شکلی اینها میخوان محاسبه بکنن و اینها. اما ببینیم این کتاب آخر که گفتیم این در چه تاریخی نوشته شده. آیا میتونیم برای این هم یه تاریخی در بیاریم؟ مثلا حالا این چیه 80 درجه üzerine و از ایلدون آندن جیب تماما اول گیونه آغزنی اول گیونون آغزنی آغزنی آجسی مقداری که ایکی زراعددور جیب ایله خطاندن نقصان خیلی دیگه سخته اینجاها. حالا این فکر کنم 10 باشه 4 باشه یا 40 باشه. جیب بولدور اون زرا اولور اون زراعتور 24 زراعینی. نه اینجا تمت الکتاب و هیچ علامتی هم برای اینکه این کتاب تموم شده و تاریخی بذاره نیست. اوکودوم یا اوگودوم البته هستش. اینجا تاریخ زده. این آدم که این کتاب رو خونده نوشته که یا خوندم یا دادم خواندند. این رو گفته که آها بیا با پیداش کن. حالا این چه سالیه؟ اوگودوم یعنی دادم خوندم. سنه 1328 یا 228 نمیدونم، خیلی خونده نمیشه، یعنی قابل خواندن برای من با این دستخطی که اینجا نوشته نیست. خب این یک کتابی بود که در 47 دقیقه تلاش کردیم که این رو بخونیم. جامی رو هم بخونیم. جامی کتاب بسیار جالبیه. نمیدونم چرا میخوام این رو با این قاطی بکنم. یه نگاهی به فیزیک کتاب جامی بندازیم. این کتاب جامی در سال 986 هجری قمری نوشته شده. دوباره بریم سراغ ماشین حساب و حساب بکنیم. ما الان در سال 1446 هستیم، ازش چسب بکنیم سال 986 رو به دست میاد. 460 سال پیش این کتاب که اسمش جامی هست نوشته شده. یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم. متاسفانه کتاب خیلی خیلی آسیب جدی دیده. ظاهرا از طرف شیرازه آب وارد کتاب شده و رنگ کتاب به هم ریخته. اول در همه جای کتاب ما علائم آب گرفتگی و پوسیدگی رو و اینکه رنگ ها به هم مالیده شدن رو میتونیم ببینیم، ولی در اون شیرازه کتاب که وارد شده ما میبینیم که صفحه کاملا سیاه شده، رنگ کاملا از بین رفته. تقریبا همه جای کتاب این رو میتونیم ببینیم. اثر آب رو در اطراف کتاب هم میتونیم ببینیم تقریبا. البته شاید مثلا این عکس رو بدیم به کامپیوتر بتونه بخونه، یعنی این امکان در کامپیوترهای امروزی هستش که گوگل هم احتمالاً بتونه این رو بخونه، ولی این مشکلش در این گوگل هنوز این خطوط ترکی قدیمی رو تلاش میکنه به فارسی بخونه، چون که ظاهراً هنوز ترک ها در کشورهای مختلف ترک به خاطر مخالفتی که ذهنشون مهندسی شده و مخالفت با ترک زبان قدیمی ترکی دارن و عاشق زبانهای روسی یا آمریکایی و یعنی انگلیسی و نمیدونم کشورهای اروپایی هستن، از زبان خودشون هنوز متنفرن، در نتیجه سرمایه گذاری نکردن که بتونن این کتاب رو مثلا بدن اسکن بکنه و براتون مثل امروز الفبایی چاپی براتون نشون بده و شما در کنار این کتابی که نمیتونید بخونید، الان مثلا من نمیتونم بخونم، میتونید اون چیزی که کامپیوتر خونده و براتون پرینت کرده رو بذارید دوباره عکسشو، هر کجا که نمیتونه بخونه به راحتی.
و حتی میتونید به الفباهای امروز رایج تبدیلش بکنید که مردم به راحتی بتونن با گذشتهشون ارتباط برقرار بکنن. کتاب خط بسیار جالبی داشته. برای چی؟ برای اینکه من میتونستم احتمالاً 90% این کتاب رو به راحتی بخونم، 10% هم زحمت بکشم، بالاخره بدون زحمت که نمیشه خوند کتاب رو. و همینطور که میبینید کتاب از یه جایی شروع میشه و بعد میرسه به بسم الله الرحمن الرحیم. این بالا چیه و چرا اینجوریه نمیدونم. اینجا احتمالاً بعداً نوشته شده، میخواستن مثلا اینجا نقاشی بکشن، ولی بعد اومدن یه چیزی اینجا نوشتن. حالا میبینیم که به جای رنگ قرمز از رنگ سیاه بر روی کلمات یا جمله هایی که میخواستن تأکید روش بکنن یا توضیحش بدن بر بالای اون خط کشیدن که این رو مشخص بکنن. در حاشیه کتاب ما چند جا میبینیم که یه چیزهایی نوشته شده احتمالاً مربوط به متن باشه، نه اینکه توضیح بده. احتمالاً یه چیزهایی فراموش شده، نمیدونم، باید برگردیم بخونیم. همون سبک رو ادامه داده. این کتاب قدیمی هست. چرا قدیمی هست؟ عرض کردیم چند سالشه؟ 460 سالشه. از کجا متوجه شدم بیشتر؟ از اینجا که در 3 طرف کتاب برای حاشیه نویسی وقت جای خالی گذاشته، سفیدی گذاشته تا کسی که کتاب رو میخونه نظرشو بگه، برای اینکه کتاب خیلی گران قیمت بوده و هر کسی نمیتونسته بره کتاب بخره و بخونه. از صفحات بعدی میبینیم که به جای رنگ سیاه از رنگ قرمز استفاده میکنه برای مشخص کردن کلمات و جملاتی که حالا یا ضرب المثل هستن یا آیه هستن یا هر چیزی، از اونها استفاده بکنه. همون سبک رو میبینیم متاسفانه ادامه داره. این کتاب در 262 صفحه نوشته شده و که در 131 صفحه PDF دیده میشه. در نتیجه حالا من بریم یه مقدار با سرعت بریم نشون بدیم که این کتاب هنوز این خیلی جدی آسیب دیده. این کتاب خیلی جدی. با الله تبارک و تعالی این کسایی که اینترنت رو، اسکن رو، اینها رو ایجاد کردن، به خصوص اسکن های جدید که از تلفن دیگه لازم، در گذشته ما کتاب رو یا کاغذ رو میذاشتیم روی یه دستگاه و این رو مثل کپی اسکن میکردیم. الان دیگه با یه تلفن هم میتونیم به راحتی صفحات کتاب رو بدون اینکه اینها بهش آسیب فیزیکی به کتاب وارد بشه تاب بکنیم و نمیدونم فشارش بدیم و اینها، خیلی به راحتی میتونیم کتاب ها رو اسکن بکنیم، خیلی به راحتی، و هزینه هم نداره در اصل. فقط هزینه وقت هستش و یه تلفنی که هممون در دسترس داریم. این کتاب بسیار زیبایی بوده، بسیار زیبا نوشته شده بوده، ولی آسیب‌های جدی دیده. هنوز اون رنگی که از وسط کتاب آب وارد کتاب شده اون ادامه داره. من یه مقدار باز دوباره سرعت رو بیشتر میکنم. حاشیه نویسی ها رو در همه صفحه ها میبینیم. در این صفحه ها اون خطی که بر بالای سطور کشیده شده خیلی بیشتر دیده میشه. در اینجا 2 صفحه رو داریم یا 3 صفحه رو داریم که کاملا رنگش رنگ زرد شده و از اون حالت قبلی کتاب در اومده. البته در صفحات بعد میبینیم تکرار میشه که صفحات کتاب زردتر میشه. در گذشته 1 صفحه سفید 1 صفحه زرد رو، برگ زرد برگ سفید رو من یادم هست که در کتاب طلبه ها دیده میشد. از اینجا به بعد یه مقدار اون خسارتی که به وسط کتاب که باز میشه وارد شده اونجا یه مقدار کمتر شده و کتاب خیلی تقریبا بهتر دیده میشه. این حاشیه های کتاب هم که خیلی جا برای نوشتن هست. این کتاب بسیار کتاب جالبی هست. فکر میکنم که این کتاب رو باید در برنامه بعدی که انشاءالله اگر الله تبارک و تعالی فرصتی بده و توفیق بده بتونیم این رو بخونیم. ولی اینجا من کتاب رو میبینم که چه تاریخی نوشته شده. حالا
فقط این قطعه رو بخونیم و بذاریم این کتاب بمونه برای روز بعد. خیلی جالب خواهد بود که این رو در یک روز دیگر با حوصله و دقت بیشتری بخونیم. احتمالاً یک کتاب بسیار چیزی خواهد بود. حالا جامی هستش اسمش، نمیدونم مربوط به شاعر جامی هستش، نه شعر نیست. داخلش ممکنه که کلمات فارسی هست، ولی این چی هست؟ حالا بذارید ببینیم این کتاب اصلا چه زبانی هست. ببینیم قطعه در تاریخ کتابون پوی خامد در این طرفه نگو پوی خامد در این طرفه نامه بو طرفه نامه ده. قطعه در تاریخ کتاب، حالا این یه نکه هستش، نمیدونم تک و پوی خامه در این طرفه نامه بو طرفه نامه ده خامه. اونجا خامه گفت که تک و پوی خامه در این طرفه اینجوری نوشته بوده، این گفته نامه بو طرفه نامه ده خامنون نک پویی که جامی بدو کرد تب ازمایی، که جامی اول نامه ایله تب ازمایی لق ایلده. طرفه نامدن مراد bu kitabıdır ki bunun eyle azmayış tab etmiştir. Böyle آزمایش تبع etmiştir. اون نک که بالا نتونستیم بخونیم، تک و پوی من گفتم، اون گفته تک و پوی gelip bu buyurmak türfe. Tek و پوی gelip yöpürmek. تک و پوی چی میشه؟ gelip yöpürmek türfe عجیب معناست ندور. به وقتی شد آخر که تاریخ هجرت. این حالا احتمالاً کتاب مال جامی هستش، شاعر جامی، ترجمه و تفسیرش ترکی هستش. طرفه عجیب معناست ندور. به وقتی شد آخر که تاریخ هجرت، این فارسیه. شل وقتی ده آخر و تمام oldu که هجرت تاریخی. هجرتدن یعنی چی؟ مراد حبیب اکرم حضرت صلی الله علیه و سلم کعبه شریفدن مدینه منوره نقل ettiğidir. شود 900 ار 8 برون بر وی فضایی. شود 900 ار 8 بر وی فضایی. اگر 8 به اون اضافه بکنی بشه 900، یعنی 898 892 اینجوری. حالا بذار ببینیم 900 olur اگر آنون üzerine 8 ziyade edesin. Pes bu kitap hicret tarihinin 882'sinde 92 gerek yazıydı, yazıp 82 idi. اونجا میشه 12 ولی اینجا باید گفته 8. گفته که چی؟ 900 olur eğer onun üzerine 8 ziyade edesen. Pes bu kitap hicret tarihinin 882'inde ikisinde tamam olmuş olur. Ve el-mes'ulu min Allahi zilcelali vel ikram. این چی میگه؟ حالا این پس اینجا مشخص شد، تا الان اینو متوجه شدیم که جامی کتاب نوشته. حالا شعر هرچی هست اونو باید بعداً در یه روز دیگر در میاریم. جامی اون چیزایی که جامی نوشته اونها رو یه جمله یا یه مصرعش رو می نویسه و بعد روش خط میکشه. اونو میخواد توضیح بده. کلمه اول کلمه به کلمه می نویسه، روش خط قرمز میکشه، توضیح میده، بعد یهویی میاد در جمله دوباره توضیح میده که کل جمله یعنی چی. و المسئول من الله ذی الجلال و الاکرام. تمام شد اون جلال و اکرام صاحب اللهیدن. مسئول و مقصودم یعنی استعیم، خواستم. الظفر نبیل المرام و النفوذ به حسن الختام. و الظفر نبیل المرام و الفوز به حسن الختام. مراد و وصول بالمغه
زفر در و حسن ختامه فوز در. نبل ارشمه نیل چی هست؟ نیل رو حالا اون بالا گفته بود نیل از زفر و نیل المرام. حالا من نبیل خوندم اونجا، این نیله، پس اینجا نیل گفته، من اونو باید نیل بخونیم. میگه نیل، حالا رو بالاش خط قرمز، نیل اریشمک معناسنده در معناسنده در، پس نیل به معنی اریشمک رسیدن. فوز چیه که در بالا گفته بود در همون شعر؟ نجات. و زفر بلمق معناسنده در، فوز خودش به معنی نجات و زفره، زفر هم به معنی پیروزی هستش. و الصلاة و السلام علی محمد و آله الکرام، این رو هم دوباره جامی نوشته، این بالاش خط قرمز کشیده و حالا میخواد و صلات و سلام محمد üzere و آنون آلی کرامی üzere olsun کی جمیع عالم خلعتنون گزیدلریدür. قد اونجا یه قد گفته، کجا گفته بود این قد؟ الصلاة و السلام علی محمد و آله الکرام. حالا اینجا یه قدر گفته، این قد وقع این بعدیه، یعنی ادامه کتاب رو داره می. قد وقع الفراغ من تحریر هذا الرسالة الشریفه و النسخة اللطیفه فی اوائل شهر شعبان المعظم 1442. خب کتاب رو میگه که قد وقع الفراغ من تحریر هذه الرسالة الشریفه و النسخة اللطیفه. ظاهراً این نسخه لطیف هستش، نه تحریر اصل کتاب. اصل کتاب رو احتمالاً این تاریخی که بالا زدن در اونجا نوشته، ولی این نسخه ای که یه نفر رفته از روی این نسخه حالا دستش بوده، حالا یا نسخه اصلی بوده یا یه نسخه دیگری از نسخه اصلی بوده، اون رو نوشته در سال، میگه که در اوایل شهر شعبان، در اوایل ماه شعبان المعظم 1043، یعنی 406 سال پیش، 404 سال پیش. این نسخه‌ای که الان من دستمه دارم میبینمش، دستم هم نیست، در اینترنت دانلود کردم، از اینترنت دانلود کردم، در کامپیوتر من هستش دارم میبینم. این نسخه در 1042 نوشته، یعنی 442 سال پیش، 44 سال پیش، 404 سال پیش این کتاب نوشته شده و تاریخ شارحة الشمعی حالا کسی هم که اینو چرده و تاریخ شارحه الشمعی، کسی که این رو شرح کرده و شارحه الشمعی، مرحوم شمعی، خدا الله تبارک و تعالی رحمتش بکنه این جناب شمعی رو، رحمه الله، فی اوائل سفر بعد از صبح سه سنه و ستتی سنه و 89 کذا وجدت. حالا اون کتاب اصلی، شارحی که این رو نوشته، نه جامی ها، اون کسی که این کتاب رو به ترکی ترجمه کرده و شرح داده، اون نویسنده اصلی که این از روی نسخه اون یا نسخه هایی که از روی اون نوشته شده، اون در چه سالی این کتاب رو نوشته؟ سنه 987. این گفته، من اینو خوندم، احتمالاً 6 نوشته، احتمالاً حالا 6 باشه، من احتمالاً غلط میخونم، 6 باید بخونیم اینو. سنه 86 کذا وجدتو فی النسخه. ببینید فی النسخش هم نوشته، میگه من همونطوری که در نسخ قبلی نوشته شده بود این شرح و جامی، میگه من نمیدونم که جامی چی نوشته، نمیدونم که خود این کسی که برای اولین بار این کتاب رو تشریح کرده، از فارسی به ترکی ترجمه کرده و شرح داده، این چی نوشته. من اون نسخه هایی که دیدم از روی اونها کپی کردم، نسخه برداری کردم و این کتاب، اصل کتاب، اون نویسنده اصلی که به ترکی برگردونده، اون در سال 986 نوشته.
خب پس ما اینجا با دو تا تاریخ مواجه شدیم. یه تاریخی که یه نسخه بردار خودش این نسخه رو نوشته از روی نسخه های قبلی، یکی هم اون تاریخی که نه جامی ها، خود اون کسی که این نوشته جامی رو به ترکی ترجمه کرده نوشته. خب من الان بیش از 1 ساعت و 5 دقیقه است که دارم در مورد 2 تا کتاب صحبت میکنم. کتاب اولی خیلی تخصصی بود، کتاب دومی مربوط به احتمالاً جامی، شعر جامی باید باشه، اون هم بسیار تخصصی هستش و ادبی هستش. خب جامی خودش یک انسان بسیار کرام، جمیع کریم. حالا اینجا یه چیزی هم فردا اینها رو میگیم دیگه. جامی یه انسان بسیار محترم و بسیار شناخته شده‌ای هستش. احتمال میدم ترک باشه که به زبان فارسی یا عربی هم نوشته، حالا یا فارسی باشه نمیدونم. اینها رو در روز بعد که الله توفیق بده انشاءالله بتونیم کتاب رو بخونیم باهاش آشنا خواهیم شد. همین قدرش کافی هستش که با این 2 تا کتاب به طور مختصر آشنا بشیم. کتاب اول مربوط به استرلاب و اون دستگاه‌هایی که روی استرلاب بود، اونها و کارکرد اونها رو توضیح میداد، خیلی تخصصی بود. و کتاب دوم هم فقط صفحه آخرش رو خوندیم، یه مقدار هم به شکل ظاهری کتاب که خیلی هم آسیب دیده متاسفانه این نسخه. البته احتمالاً و امیدوارم که الله تعالی لطف کرده باشه و چند نسخه از این کتاب سالم از این آسیب بوده باشه که این بسیار، البته هر کتاب، هر نسخه‌ای که به دست نوشته‌ای که وجود داره خودش یه مخزنه، یک معدنه. فرقی نمی‌کنه که از یک کتاب 10 تا 20 تا 50 تا 200 تا 500 تا 1000 تا نسخه وجود داشته باشه، چون همه این نسخه ها دست نویسن، هر کدوم منحصر به فرده و هر کدوم ارزش جداگانه‌ای داره، در این حال که به اون کتاب اصلی هم صادق اگه مونده باشن دیگه اون اعلاست. ولی حالا اگر درش تغییر و تحولی هم داده باشن که دیگه اون هم یه چیز دیگریه، ما کاری باش نداریم. ارزشش رو کم نمی‌کنه این کار دستی رو، یک کار دستی بسیار زیباییه. حالا ما اینجا متوجه شدیم که این کتاب هیچ کادری از اول تا آخر کتاب دور این صفحه ها نکشیده و یه جوری این کار رو کرده برای اینکه بگه رابطه بین متن و حاشیه نویسی باقی بمونه. وقتی که حاشیه میکشن متن رو از اون حاشیه جدا میکنن، اون آقا ربطی به این نداره هر چی نویسی. ولی اینجا میگه نه. مثلا اونجا من صفحه آخر رو که خوندم، در اونجا متوجه شدم که میگه کریم رو من توضیح ندادم در متن، حالا در اینجا اومده گفته کرام جمع کریم هست، یعنی دوباره با همون خط اومده اینجا توضیح داده. یه حسن ختام دن مراد حسن خاتمه دور. حسن ختام که اونجا نوشته بود و این توضیح نداده بود که عربی هست چی هستش منظورش، میگه حسن ختام دن مراد حسن خاتمه دور، اتمام کتاب دمک دور. نگاه کنید خیلی زیبا، یعنی حاشیه کتاب بیشتر اون نکات و اون کلمات، اون مفاهیمی هستش که مترجم فراموش کرده در متن کتاب بنویسه یا ترجمه بکنه. احتمالاً خود مترجم این حاشیه رو براش نوشته، یا اینکه نه خود این نسخه بردار دست چندم اومده گفته آقا این کلمه رو خود مترجم ترجمه نکرده، من ترجمه بکنم. در نتیجه اومده خارج از متن کتاب اینو ترجمه کرده که در اصل کتاب دست نبره. دیروز ما در کتابی که در جلسه قبلی خواندیم دیدیم که در یک آیه رو در 2 کتاب مقابل هم قرار دادیم. دیدیم که در یک آیه در 2 کلمه دست بردن و انحراف ایجاد کردن. خود آیه قرآن رو این کارو کردن. حالا ببینید که یک کتاب ها رو چی کار میکنن، اونم در اصلی که ما داریم زندگی میکنیم و در اینترنت و اینها هست. به هر حال امیدوارم که بتونیم این کتاب جامی، چون اگر شعر باشه خیلی تخصصیه، اگر شعر نباشه هم که مربوط به حالا چی هست ببینیم چی هست،
احتمالا در مورد زندگی نامش اینا باشه. یه مقدار فردا با جامی، در فردا روزی که عمری باشه و فرصتی باشه، با کتاب جامی بیشتر آشنا میشیم. به امید دیدار در برنامه دیگر و امیدوارم که شما هم دوستان مثل من علاقتون بشه، باز بشید برای خواندن یک این کتاب‌های ترکی قدیمی. روز، شب و وقتتون بخیر. به امید دیدار.